سلام چوبوی خوشی آشنایی با آن مردمی دیده ای روشنایی. السلام علیکم بیننده های عزیزیم، السلام علیکم مخلصان عزیز. و امروز آمدیم به دهه همیشه بهار، به دهه میرانپور زمین برای تبریک کردن احمدجان عزیز، آتاقلمک و همجانی عزیزم خرسندای ما. امروز اسامی فرزند و نزدیکان و نبیره ها تبریک میگوییم. یک چند لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. با ما باشید با تبریک نامه شهنان. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم عمجان ها، مادران مهربان. هر یکی شما را به امروزه خانواده آتاقلپاچو خوش آمدن میگوییم. امروز یک روزی خرسندی است، یک روزی خوشبختی است. امروز زادروزی همین ابرمرد خاندان، یک انسانی نکونیم، یک انسانی نامدار، در حقیقت شامستونی طلایی خاندان. یک نظر من از یک ترسیم کنیم مرحبا پاچه این طرف عمجان از یعنی قوتی دیر شده نزدی پاچه بایستیم کنیم. امروز روزی خرسندی بود. شروع از یاد کردید می نمی امروز ما تبریک گویی آمدیم از نام کمپانی شهنام پاچه عزیز را. پاچه عزیز زادروزتان مبارک باشد، هیچ وقت خسته نباشید، هیچ وقت کسل نشوید. در سری همین فرزندان، در سری دو شامپسر و دو دختر نازنین ساق و سلامت شده، در دم پیری همراهی عمه عزیز دولت پیری را دیده مانند پدرتان یک انسانی کهنسال شده است. به زیارتی که کعبة الله فرستادن شمایان را فرزندان نصیب کنند. هیچ وقت خسته نباشید. امروز از نام فرزندان عزیز شمایان را تبریک میگوییم. بگذار که امروز یک روزی خرسندی است، یک روزی سعادتمندی است. در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بگزندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. امروز آتاقلپاچو نه چند ساله شدیم؟ 18 20 چند شدیم؟ 52 نه حالی 19 ساله. اما چند ساله؟ 19 ساله. حالی امروز یاش، حالی جوان برنادیر. الان خیلی سلامتی و الان خیلی برنادیریتون به چشم نرسد. حاضر همراهی گلند شاکم میران شاکم صحبت شده. گفتم که ما فخر میکنیم که فرزند این خیلی ابرمرد هستیم. پدری ما در زندگی یک انسانی نمونه‌ای بودند که از آنها عبرت گرفتیم. از مادرم از پدرم عبرت گرفته یک عائله را برپا کردیم. میخواستیم که هیچ وقت سرشان خم نگردد، فقط از سر ما، از پشت ما سربلندی بینند. حضور و علامتی نبیره های دیده در سر ما فقط دعا گویند ما از همه انسانی بای ما هستیم. ما دعا میکنیم که در سر ما فقط ساق سلامت گردند. امروز از نام علمی پسر، از نام دختران نازنین برای شما میگوییم ای پدر، ای قبلگاه هم گنج من یکتا تویی، قوتی جان و دل و هم چشم بینایم تویی. جز دعایت ثروت را من نخواهم در جهان، دولتم باشد دعایت چون که دنیایم تویی. کار نیک و نام نیکت از برایم دولت است، پیری من تدبیری من مولا و مولانم توی. السلام علیکم بابا جان عزیز. امروز روزی خرسندی بوده است، امروز زادروزی فرزندی عزیزتان بوده است. امروز ما دعا میکنیم، نیت میکنیم که مانند شما پیر شوند، به زیارتی کعبة الله رفتن خداوند نصیب کند و همراه همین عمجان نازنین ما دور پیری را دیده 120 ساله شوند. یک رستوران کلان سمرقند بیاییم و شمایان را آمده باز تبریک گوییم. امروز از نام فرزندان، از نام نبیره های عزیز برای شمایان رهبر میگوییم که در خوردی زحمت و مهنت کرده، از هیچ کس کم نکرده، از همه زیاد کرده، مانند گوهرکی چشم نگاه کرده و باید رساندید. از نام فرزندان رهبر میگوییم.
هر کی دارد عزتی مادر پدر نخل باقی زندگیش آرد ثمر آدمی که خود باشد والدین چشم دل مسرور و خوشبین اینقدر دولتی مادر و پدر پاینده باد این سخن دانی چه باشی خوش نظر پنجه دستی نوازش هایشان پنجه نرمی نسیمی گهگذر. امروز آدم پاچا بعضی فرزندان گفتن که ما خرد بودیم جوان بودیم نمیدانستیم پدر کی مادر کی وقتی که خود در سر غلطید پدر مادر گشتیم فهمیدیم که این مهر پدر مادری دیگر بوده است. ما اینقدر دوست می‌داریم اینقدر حرمت میکنیم میخواستیم هیچ وقت پیر نشوند در سرشان هیچ وقت غم و تشویش نبیاید و همیشه دعا گفته گردند. امروز میخواستیم دعای کلانسالان را گیریم. بابا جان عزیز یک تا دعای نیک میکنند در روز خرسندی. مرحبا. الهیم سال باش سلامت باش همین اویله به یکی از جایی نمونه‌ای اشتراک نمو تیم سنگاری من کهیرم که حد و نصیب روزی کنم دائما خورسند باش دماغ چاق باشه وقت خوش باشه فقط خورسندی که عمر گذرونه دائما ساق سلامت باش. الهیم من 84 دارم الهیم تو از من یکنم بار برابر یعنی از 90 گرفته 100 به نیو کده روی دائما برای این فقط نیر و ویرون نکده دماغ چاق کده عمر گذرونه دارم گذید بم نیستونگی که موافق بستم خوندگی من موافق بستم دائما ساق باش سلامت باش روزگار و همه چیز میشید همه رو طاقت کن مرد نیر رو باید بند خسته برو من رفته یک اینی کردی اگر با اصل قدیم بودی دائما ساق باش سلامت باش امروز دراز شد رزق فراخ شد یافتگی رو پروردگار رو روزگاری نام رسونم از من دیده عمر دراز شد 90 گرفته 100 به نیوکده حرکت شد. اگر کتاب با خواندگی من موافق آینده به انسانیت تا 200 سال عمر میده برای همین فقط وقت خوش کسی دماغ چاقی عمر گذرونه نیر و ویرون کندن خود تمام کسلی از نیر و ویرون شریف پیدا میشه بسته نیستونگی هایی بنابر همینم جای مطاب یعنی کلیچکای نازدین فقط خورسنده دماغ چاقی وقتی خوش کسی عمر میدرنه شما اونم عمرتون دراز شد کدوم فراخ شد عمر من دیده یکنم برابر زیاد شده پروردگار دائما مددگار شده. رحمت سلامت باشد بابا جان عزیز باشد و باشد خسته نباشد. برای پاچوی عزیز میگویم که هیچ وقت پیر نشوند بخواهم آسمان ماند برایت زمانی گلفشان ماند برایت بخواهم از همه پیر و جوان ها فقط رنگین کمان ماند برایت. اما شهر ازیاد کردیم ازیاد شد می نه یک تا کشترکت تبریک میکنیم مرحبا. السلام علیکم مکای عزیز هم یکاتون خوش اومده نور دیده تاج سر من امروز در رجن به واجن شده صدا اینا همه وقت صحت سلامتی عمری دراز رزق فراز همه وقت در سر بلای چپشون صاف سلامت گردن صد ددرانی لاییم الکاشونه رحمت سلامت باشن. حاضر برای ما این انعانه زیاد شد در این اولاد کلان در این خانواده چینیانه خدا رحمت کند ما آمده تبریک کرده رفتیم از عمه لطفی عمه آغاز کردیم من خانواده طلاجان با آمدیم من امروز باز آمدیم همون در کدام روزی خرسندی بود اما جونی عزیز برای من گفتم که یک تا همون شعری لایق نمیسته که انوی من پاچات با خان می ارزن همین فعلشان بیادم جنگم کنن حقارتم تیم می ارزن امروز ما میخوانیم از آمی اما جانی عزیزم برای شما از آمی همسرتان گفتم که اگر من چند باری دیگر به دنیا اگر خداوند برای من رساند به دنیا بیایم من به یگان شبه انمی پاچات انتخاب میکنم برای این خیل فرزندهای اصیل برای این خیل
حیاتی زیبا. اگر یابم جوانی ای دوباره، تو را تنها تو را میخواهم و بس. به هر قیمت به هر قسمت که باشد، تو را هرگز نخواهم داد بر کس. اگر یابم جوانی ای دوباره، به چشم دیگران دنیا نبینم. گل آتش بچینم ز آتش دل، به دستی کرزاق گل نچینم. همین گفتید می؟ همین خوانم بود می؟ طوری می؟ از قلب برآمده. البته امروز روزی خرسندی، روزی خوشبختی است. در این خیلی روزهای خرسندی ارزنده سخن کردن و باشد با کلام احترام. خیلی 9 سالگی جشن توی مبارک باشد. الها خیلی مچم توی زیاد شبینیم در روز خرسندی خوشبختی در 50 سالگی تبریک گوییم. حاضر سال مانده است که اخاطرم برآمد همراهی همین برادر عزیز همراهی همین شاه پسر ما هم صحبت شدیم. برای شما از نام کمپانی شهنان از نام پسران عزیزتان یک سورپرایز کلان را ما آماده کرده ایم. سلمان که از خاطر برآمد میرزا جان از بخارا آمدند برای پدرجان عزیز می سراین یک تا قرصک میزنیم. مرحبا. سلامت باشن. خیلی فرزندان یک آغوش کنیم پدر را مبارک باشد و تبریک کنیم پدر را آغوش کرده بوسه کرده. خوش حاضر یک تا در روز خرسندی ما چقدر سخن گوییم کم است. مبارک باشد. حاضر اما من چند سال شد که اویلا بستید همراهی همین ابرمرد. چند سال شد؟ اخاطر برآمده؟ کی میدونه چند سال شد؟ 85 سال. ها؟ قریب 40 سال. قریب 40 سال شده است. اما منم خیلی مردانگی داشتین، خیلی بقوت داشتین، من قرات میدادین، من خیلی برجر بودین. همین خم آوانی 40 سال به اقام سال گول یا که اقام خیلی تلواری پدر کردن می نمید. تدگیه امروز هم گفتم که امروز زادروزی من فقط من بنده احمد با مکد دستگولی زیبا را بیار که انامی من باشم. مرحمت دکتا قرصک میزنیم از نامی بچه‌های عزیز و برای اما جان. مرحمت برای اما جانشان توتا میتیم. مرحمت از نامی آتا کلمک برای خورسانای اما مبارک باشد. امروز ما در بالا قید کردیم که فرزندان ما کوچ قوت یادگر به زیارت کعبه الله میفرستند. گفتن حاضر آنها نیت کرده کتاب قرآن، آب زمزم، جای نماز، هر آن چیزی که هست آماده کردن برای شمایان. مرحمت خرسک میزنیم برای
پدرجان عزیز میزبان مرحمت مبارک باشد مبارک باشد مبارک باشد بزم زیبا را مبارکباد میگوییم مبارک باشد. اکنون عکسی خاطرمان که در خاندان آویزان باشد و ما را فقط دعا گویند گفتن انعنه از همخین کمپانی ما وقت مکشیم چپا نمایان می شود. امروز میبینیم که هیچ خیل میک شده باشیم. من اینجا کشدگی جوش بود از خودش. یعنی بسم الله انا یک خلصک میزنیم می مبارک باشد. البته آدا گلپاچا همین در خاندان آویزان باشد هر بار همین عکس بینندگان برای فرزند و نبیره ها دعا گویید. حاضر در اینجا از دانکش هم مخصوص شریف تا نبیره ها شعر تیار کردیم برای شمایان کنیم میبینیم کنیم میخونم می یک قطار شده ایستیم کنیم پیش آنا جان و بابا جان و مرحبا یک قطار شده طرف ویدیو من یا کده شعر میخونیم مرحبا بابا تو نازنینی فرشته زمینی توی بهار قلبم تو ماه بر زمینی زاد روزتان مبارک بابا جان صد بدرون Sözün başı Bismillah halis niyetim hamra nasip eylese Allah anam hacı kılamam babam hacı kılamam Моля вы, дедушка, примите поздравления, желаю долгой жизни, утвоечки земли, пусть и год и не богатый, ведь молод и всегда, тебе не сын, родной мой никогда. Baba dayıma, sat da yore, sumada kankalım, sat da yore. حاضر میرجهان تا آمدن گفتن که بابا جان و آنا جانی من پنسیونر شوم پنسیون خون کدن گیرم یک تمام کلیم بیارم و در سر ما دعا گفته گردن حاضر در روز خورسندی یک تا مراسم زیباست یک تا تارت بریم همراه شمایان مرحمت دست شما دیکتر بیاریم کنیم مرحمت Happy birthday to you. Happy birthday to you. کاری کار تیار می شب‌های فکرده خاموش کردن یک جای نیت کرده هر دیاما میبریم مرحبا مبارک باشده صادرت مبارک
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy مبارک باشد. ده خرسک زنیم زادرز مبارک باشد. happy birthday, happy birthday to رحمت حاضر نفرانی که در اطرافتان پروانه شده هر پگوی خسته ملامت بیمولا جان چوی کبود می چوی سیاه می گفته اطرافتان ما پروانه میشدگی پلین پاشا ها کنی اکتا تبریک کنیم کنی مرحمت دختران نزدیکتر اسم کنی اگر پسرها شرم می دارن تا شرکت تبریک کنیم مرحمت کنی دخترها پدر تو تکیهگاهی خاندانی عزیز و باوری و مهربانی برای ما همیشه مهربانی پدر تو استانی خاندانی. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدید به درگاه مولامکه. امروز مولامکه روزی پیروز، روز خوشیدی زادروز دارد. من از نام خودم، از نام اهل عائله‌ام به مولامکه بیملام عمری دراز، رزق فراز، صحت سلامتی می‌طلبم. باز یک بار زادروزتان مبارک. السلام علیکم مهمونان عزیز، خوش آمده به خوش آمده به خونه ما. محمد صد بدر الهی بیمون که خوشفیر شوه حاجیانه حاجی بابا شده گرده سلقای ما بساق باشه همه وقت. رحمت مبارک باشد. دختران شعر از یاد قدمی نمی فرزندان از نام فرزندان کنید تبریک کنیم خواهر تکریم میکنیم مرحمت. مادر جان همیش سلام مادر ساق باشه، سلامت گرده، سلام مادر سایه باشه، صد بدر الهی بیم که خوشفیر شوه الهی. رحمت سلامت باشند. زادروز مبارک. لطفی اما از نام اولاد از نام خواهران یک تبریک کنیم مرحمت. مرحمت حاجیانه هر دیاتون تبریک کنیم مرحمت. امروز روزی خرسندی است، امروز روزی فراموش ناپذیر مبارک باشد مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی، امروز همیشه روزی که اتاقور من زادروز خود را تبریک پیشواز گرفته ایستادم. من اتاقور را با این روز خرسندیشان تبریک کرده و این عمری دراز رسید دراز. میخواستم که در عائله همه وقت خود در عائلهشان خرسندی توی تماشا شود، صاحب همین فرزندانی که نیک شدن همین در سر همین فرزندان همه وقت سایبان شده کردن، خرسندی هاشون توی هاشون به شما نگذره، همه وقت همین سر ثبتی دوره همین فرزندان شده کرده. ساخ و سلامت باشید. خوش آمده هم با تو مهمانان عزیز. گفت زنم میتونم بیام الهی دیوشان خوشقری کنن ما هم برای اینا هم حج برفته بیان سر بچه هاشون با ساخت سلامت گردن. هم با تو خوش آمده. رحمت سلامت باشند. اکرام اکرام نگیفته حاضر ما سرودهای شوخ تیار کردیم. اگر به حضور شده باشیم شما این رو ناراحت میکنیم. حاضر برای امروزه صاحب جشن ها میرقصیم، خرسندی میکنیم، بعد می امروزه را دوام میدهیم. زادروز مبارک باشد مرحمت. خدا از تو شکایت کردم دست چه دولت نرمت شب تو را میخوندم تو من بالا میگفتی که بهار میمونم جیگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من آب خوشگل شبای من
شعر چپه ما بله بله مبارک باشه
ترکینه مهر قرآن وارسه حیثی صدام ترکینه گوار شاه وارسه حیث خودت وارسه نابای تا وارسه حیث چرد زار آنه وارسه
خدمت شما و الهی برای شدن مادر سرات رو سخت سلامت کردن شما و من خیلی روزهای فرسندی با خداوند فرزندات ما نصیب کنه من خیلی روزهای فرسندی با شما آماده تبریک کنه شاد روزی پدر مبارک برای مهمانداری رحمت الهی فقط هم خیلی روزهای فرسندی شب این خانواده ما توی شوند رحمت سلامت شما سلامت باشه بچه که الهی خوشا پیر شوید سر فرزندان فقط باشه بیننده های عزیز این بودن یک لحظه خرسندی در خانواده آتاق‌ال پادشاه در خاندان عمجان عزیز که ما آمدیم یک لحظه خرسندی را پیشکش شما کردیم شما می توانید طریق علمخیل به زمهای زیبا با ما مراجعت کرده در آن روزهای خرسندی و خوشبختی خود با یک سورپرایز با یک تحفه های ارزنده و زیبنده در خاندان شما مهمان شویم با ما باشید با استودیوی شهنام سلامت باشید شما ده زلفت خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای زلفت خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شدیم روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای قاشات